حکیم عمر خیام: ما نه کافری مطلقیم و نه مسلمانی تمام. مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. یا در این زمان هم در هوای همین فرموده حضرت مولوی امید میدانی نیست و آنهایی که غافل ماندند فرموده: آن را که کلاه پادشاهی بسر است، بیهوده حسد مبر که اهل نظر است. گر پادشاهی جهان ترحم نکند، کی بنده از خاک چنین معتبر است. پس ایرادهای بی اساس، سنگ ملامت افکندن بی اندیشه ها را سبب چی باشد؟ شخصا من گمان میکنم که از کتاب دور افتادن. بله، این دردی نو هم نیست. هنوز 1000 سال مقدم حکیم عمر خیام در این راستا فرموده بود که ما نه کافری مطلقیم و نه مسلمانی تمام. چنین است اصل فرموده حکیم عمر خیام: یک دست به مصحفیم و یک دست به جان، گه مردی حلالیم و گه مردی حرام. مایم در این گنبد فیروزه رخان، نه کافری مطلق نه مسلمانی تمام. بله، هر دو پهلوی کمبود زندگی مردم ما محض از معرفت که سرچشمه آن کتاب است دور افتادن است. یا فکری شما دیگر است بیننده عزیز؟